امروز جمعه است 9 فوریه و من طاهری سفر تا 15 دقیقه دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. نخست سرخطی چندی از خبر و گزارش ها. رئیس بانک ملی تاجیکستان میگوید تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک قدرت پرداخت پول مشتریانشان را دارند و زیر نظارت هستند. این بانک ها امکانیت دارند. آنها مالکیت دارند که اگر با قیمت های امروزه در 3 سال پیش بفروشند می توانند عهده‌داری هایشان را در نزد امانتگزاران اجرا کنند. یک تحقیق خبرنگاران بخش تاجیکی و ازبکی رادیو آزادی معلوم کرد جنگجویان تاجیک در عمل تروریستی در شهر استکهلم شویتزر دست دارند. تماس اولین او با جنگنده های دولت اسلامی، مخصوصاً با جنگنده های دولت اسلامی، جنگنده های تاجیک دولت اسلامی، رهبران او از طریق زلا آغاز شده بود. وزیر تندرستی تاجیکستان گفت سال گذشته دهها کارمند ساحه را برای رشوه‌خواری و پولستانی از بیماران تنبیه دادند. تفصیل خبرها. رهبران بانک ملی تاجیکستان میگویند برای بهبود بخشیدن به وضع دو بانک عظیم و گرفتار مشکل تلاش دارند و امیدوارند تلاش‌هایشان نتیجه می‌دهد. در نشست خبری بانک ملی در روز 9 فوریه درباره مشکل اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک صحبت شد که امانتگزاران زیاد منتظرند روز پولشان را از آنها بگیرند. شادمان یتیم از دوشنبه گزارش می‌دهد. رئیس بانک ملی تاجیکستان میگوید دو بانک بزرگ گرفتار مشکل توان برگرداندن صدها میلیون سومانی مشتریانشان را دارند. جمشید نور محمدزاده در یک نشست خبری در دوشنبه گفت تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک 1.5 میلیارد سومانی پول مشتریانشان را برنگردانیدند ولی اموال دارند که میتوانند فروخته پول آنها را بدهند. این بانک ها امکانیت دارند. آنها مالکیت دارند که اگر با قیمت های امروزه در 3 سال پیش بفروشند می توانند عهده‌داری هایشان را در نزد امانتگزاران اجرا کنند. من به این باور دارم چون ما هر روز به آنها کار میکنیم، ستاد داریم، کار میکنیم. Я это уверен. Почему? Потому что каждый день мы с ними работаем, у нас штаб есть. جمشید نور محمدزاده افزود ستاد برای بازگرداندن قرضهای دو بانک کار میکند و نتیجه ها الکی به دست آمده‌اند. این زمان رئیس بانک ملی گفت مقامات مربوطه طرح‌های الترناتیوی را برای حل سرنوشت آینده تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک به حکومت پیشنهاد خواهند کرد. حالا یک گروه از حساب شخصانی بلندپایه تأسیس شده است. در آن وزیر مالیه، رئیس بانک ملی و دیگر رهبران اولی وزارت‌ها شاملند. این گروه کاری در وزارت مالیه کار می‌کند. به فکر من در آینده نزدیک جلسه گروه کاری برگزار می‌شود و آنها پیشنهادات خود را درباره وضع آینده و اداره آینده این بانک‌ها ارائه می‌کنند. بنا به اطلاع بانک ملی قرض اگرو اینوست بانک در نزد مشتریانش 700 میلیون سومانی و تاجیک صادرات بانک 904 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. هر دو بانک بزرگ از میانه سال 2016 به مشکلات مالی گرفتار شدند. نخست خزینه بانکمت‌ها، بعداً خزینه‌های فیلیال و اداره‌های مرکزی بانک‌ها به پول ماندند و مشتریان مبلغ پسنداز و حتی معاش خود را گرفتن نتوانستند. حکومت برای نجات آنها از مفلسی 3 میلیارد سومانی جدا کرد، اما این مبلغ هم مشکل آنها را حل نکرد. شادمان یتیم، آزادی دوشنبه. کمیته بین المللی المپی روز 9 فوریه از قرار دادگاه حکمی ورزشی استقبال کرد که اجازه نداد ورزشکاران روس در بازی‌های المپی در کره جنوبی شرکت ورزند. بازی‌ها امروز رسما شروع می‌شوند و در آن ورزشکاران 92 کشور جهان با استثنای تاجیکستان رقابت می‌کنند. خیرمان بخازاده در این باره گزارش می‌دهد. دادگاه حکمی ورزشی روز 9 فوریه شکایت 47 ورزشگر و مربیان روس را رد کرد. آنها از دادگاه خواسته بودند قرار کمیته بین المللی المپی درباره راه ندادن آنها به بازی‌های المپی در پخنچن را به اعتبار کند. متیوریپ دبیر کل دادگاه گفت دعوت نشدن ورزشگران روس به بازی‌ها جزا نیست چون بعضی از آنها حق شرکت در بازی‌ها در کره جنوبی را دارند. ما هیچ دلیل نیافتیم که قرار یک طرفه به اساس و ناعادلانه باشد.
حکم دادگاه حکمی ورزشی به این معنی است که بسیاری از ورزشکاران شناخته روسیه نمیتوانند در بازی‌های المپیک امروز آغاز میشوند شرکت کنند. ویکتور آن، آنتون شپولین، ماکسیم ویلکژانین و کسینیا استالبووا از جمله آنها هستند. ویتالی موتکو، معاون نخست وزیر روسیه، گفته است چون این حکم را انتظار داشتند زیرا حکم زیر فشار قبول شده است. موتکو که نامش در ماجرای استفاده دوپینگ در بین ورزشکاران روسیه زیاد ذکر شده است گفت آنها سریع اقدامات جوابی اندیشه میکنند. کمیته بین المللی المپی ورزشکاران روس را برای استفاده دوپینگ در بازی‌های المپی سوچی در سال 2014 از حق شرکت در مسابقات المپی محروم کرد. روز 13 فوریه در شوئیسریا محاکمه رحمت عاقلوف یک شهروند ازبکستان شروع می شود که او را به انجام خونین‌ترین حمله تروریستی در آن کشور متهم می کنند. رحمت عاقلوف سال گذشته با یک ماشین باربر در مرکز استکهلم پایتخت شوئیسریا 5 نفر را کشت و 10 تن دیگر را زخمی کرد. یک تحقیق خبرنگاران بخش تاجیکی و ازبکی رادیو آزادی همراه با روزنامه‌نگاران شوئد معلوم کرد که این عمل تروریستی را جنگجویان تاجیک گروهی به نام دولت اسلامی طرح ریزی کردند. تحقیق بر اساس معلومات دادستانی شوئیسریا و هم مقامات تاجیکستان صورت گرفت. پارچه از این فیلم 15 دقیقه‌ای را همراه می‌بینیم. چنانه که می‌بینید در این کوچه از این کوچه هر روز هزارها نفر مردم عبور می‌کنند. یک سال قبل در این کوچه بدترین حمله تروریستی صادر شد. صادر کننده این تروریستی خونین رحمت عاقلوف 39 ساله مهاجر نالگال از ازبکستان بود. 5 نفر کشته شدند. جوانترین قربانی حمله دخترچه 11 ساله بود. 15 نفر دیگر زخمی شده بودند. گرچه رحمت عاقلوف مهاجر غیر قانونی بود، اما هم در شوئیسریا و هم در ازبکستان برای حملات مربوط به تروریستی مجازات نشده بود. حالا در منطقه ووربری اطراف استکهلم سکونت داشتن او برای همگان معلوم گردید. آخرین بینایی که رحمت عاقلوف زندگی میکرد این بینا بود. چنانه که میبینید این بینا را الان دارن تعمیر میکنند. ولی رحمت عاقلوف برای غوطاندن استکهلم به خون در اینجا تیاری خودش را آغاز کرد یک چند ماه و بمب دستی را او در این چکلکزار در این جنگلزار آماده کرد. روز 30 ینور دادستانی شوئیسریا رسما رحمت عاقلوف را در حمله تروریستی متهم کرد. خود همان روز پلیس از نتایج بازرسی اهل جامعه را آگاه ساخت. پرونده حمله تروریستی که تقریبا در مدت 10 ماه تکمیل شد از 9000 صفحه عبارت است. در این سند جزئیات هر قدم رحمت عاقلوف تا حمله، به هنگام حمله و پس از آن بیان شده است. بنا به اطلاع نیروهای امنیتی شوئیسریا او به تنهایی این حمله را انجام نداده است. به تعبیر این منبع رحمت عاقلوف در حمله تروریستی با چند نفر در رابطه بوده است. طبق گزارش از جمله آنها تنها 1 نفر در شوئیسریا بوده، دیگران در خارج آن بودند. هویت این افراد آشکار نشده است. پلیس امنیتی شوئیسریا وجود مشکل‌ها را مشخص کردن هویت این افراد اعتراف کرد. حالا ما گره‌های مربوط به شخصیت و مکان آنها را باز کرده ایستادیم، اما بر اساس معلوماتی که ما داریم مشخص کردن شخصیت دشوار است. اما ما خلاصه های خود را داریم. این خلاصه ها بر پایه منابع اداره های حفظ حقوق تاجیکستان، حجت و معلومات های در تلفن موبیلی رحمت عاقلوف یافت شده، همچنین پژوهش جدی بخش های ازبکی و تاجیکی آزادی و خبرنگاران شوئیسریا تهیه شده است. این از خلاصه های بازرسی دادستان کل شوئیسریا. ما نقطه های اصلی خلاصه بازرسی را به طور جدی آموختیم، بخصوص به آموزش افرادی با عاقلوف رابطه داشتن، علاقمند بودن تلاش کردیم. در این سندها که گفتم 9000 صفحه است، رحمت عاقلوف از طریق شبکه‌های مثل ادناکلاسنیکی، تلگرام و بخصوص زیلا به جنگره‌های آسیای مرکزی بخصوص به تاجیکستانی‌ها تماس مستقیم داشته. آنها در سوریه بودند، در افغانستان بودند و در عراق بودند.
برنامه کامل 15 دقیقه همکاران ما را با صحنه‌های حمله می توانید در وبسایت azadi.org و همین گونه کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید پولستانی از بیماران و رشوه‌خواری در مؤسسه‌های تابع وزارت سال 2017 کمتر شده است، ولی هنوز هم مایه نگرانی است. نسیم عالمزاده روز 9 فوریه ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفت برای رشوه‌خواری و پولستانی از بیماران سال گذشته 7 نفر را از کار راندند. در نشست خبری وزارت تندرستی گفتند بعضی از طبیبان برای جراحی پول می‌گرفتند. ما گفتم در 60 جنایت صادر شدگی از این بیشتر به موسیتونی بیشترش ما علاوه گفتم موسیتونی هنگام موسیتوندن و داخل کردن به این اون مؤسسه و جراحی و غیره و غیره هستند. اگر تعلیم مختصر تکو شد میتونن که رسمی مراجعه کنیم و فکر نکنیم. در تاجیکستان طبابت بر اساس قانون رایگان است، ولی بسیاری ها از طمع‌جویی در شفاخانه‌ها شکایت می‌کنند. 2 روز پیشتر آژانس مبارزه با کروپسیا خبر داد مدیر انبار مرکزی ولایتی حمایت اهالی از بیماری‌های سیل در منطقه کلاب را برای فروش داروی رایگان یک مؤسسه امدادی دستگیر کردند. به گفته آژانس مدیر از یک شهروندی محتاج برای داروی بیماری سیل 5000 سومانی طلب کرده است. ملاها در سومالی فتوا دادند که ختنه زنان در دین اسلام جایز نیست و این عمل بد نباید به زنان روا دیده شود. در فتوای وزارت دینی سومالی آمده است آنهایی که زنان را ختنه می‌کنند جزا می‌گیرند و جبران عذاب دختران ختنه شده را باید بپردازند. ختنه زنان که در تمام جهان محکوم شده است هنوز هم در بعضی از کشورهای افریقایی زیاد است. کیوم مرسیت‌ها در این باره گزارش می‌دهد. زنان قبیله پاکات در اوگاندا مراسم ختنه زنان را وانمود می کنند. همین زنان دختران را از 12 سالگی ختنه می کردند تا برای بلاغت و ازدواج آماده شوند. با منع ختنه زنان در اوگاندا از سال 2010 در این محل ختنه را بس کردند، ولی به گفته سازمان ملل در دیگر گوشه ها پنهانی ادامه دارد. طبق تخمین ها 90% زنان قبیله پاکات ختنه شدند. مردان این قبیله چارواپرور بسیار وقت در خانه نیستند. برای همین ختنه زنان را یک راهی وفادار ماندن به خود می شمارند. آنهایی که زنان را ختنه می کنند پول خوب می گیرند. برای دختری ختنه شده والدان پول بیشتر به دست می آورند. ختنه برای من مشکل نیست چون جریان گذشتن دختر به بلوغت را نشان می دهد. اگرچه دردناک است ولی فقط یک بار صورت می گیرد. ختنه مراسم مذهبی نیز هست. این مردان حیوانی را ذبح می کنند، دعا می خوانند تا ختنگران برای ختنه دختر آماده شوند. سازمان های غیر حکومتی با کمک سازمان ملل سعی دارند ختنه زن از بین رود و سنت های قدیمه در شکل دیگری باقی ماند. حالا روحانیان این مراسم را برگزار می کنند تا ارواح خوناشام را گریزانند و ضرورت به ختنه دختران نماند. کریستین را در 12 سالگی ختنه کردند. به همین سبب 6 کودکش را با درد و عذاب زیاد به دنیا آورده است. اصلا نمیخواهد که دخترانش را ختنه کنند. در هر تولد دختران مرا چوک میزدند. در شفاخانه به ما میگویند ختنه را بس کنیم چون خوب نیست و عذاب میکشیم. با وجود تلاش های مقامات و حکومت اوگاندا اجرای قانون منع ختنه زنان در ناحیه های دوردست مشکل است. ولی اگر قبیله سالاران اینجا را متقاعد کنند که از ختنه زنان دست بکشند، پس رسیدن به بلاغت برای دختران نسل آینده خطری کمتر خواهد داشت. گروهی از افرادی که زبان اسپرانتو را می‌دانند تصمیم گرفتند در پایتخت تاجیکستان انجمن بین‌المللی دانندگان این زبان را برگزار کنند. اسپرانتو زبانی ساخته است که نه به ملت یا کشور تعلق ندارد. سالهای زیاد تلاش کردند تا زبان اسپرانتو به زبان معاشرتی بین‌المللی تبدیل یابد ولی نشد. و گزارش در باره دانندگان اسپرانتو در وبسایت azadi.org هست، می‌توانید تماشا کنید. و رسیدیم به پایان برنامه اخبار امروز. گزارش‌های بیشتر در وبسایت azadi.org.